کسی که نمایندگی محصول توی عمان داره یه نفر دیگه میتونه اون محصول بیاره تو عمان؟ حق ثبتش هم داره. بله. که میگه من قبل از همه دیدم و قبل از همه تصمیم گرفتم و چشمامو بستم انجام دادم. از نظر قانونی میتونیم لوجستیک و حمل و نقل بزرگترین دغدغه برای هر صادر کننده‌ایه. یعنی هزینه های لوجستیک، قوانین گمرکی هر کشور، اینها آیتم هایی که قبل از صادرات هر محصولتون باید ازش اطلاع داشته باشی. برای مثلا مواد غذایی که گفتی الان دیگه مثل قبل دیگه فله میتونی بیاری. نه الان دیگه فله کلا ممنوع کردم. قبلا میشد مواد غذایی رو شما پالت بزنی یا بار لنگ بکنی. الان ممنوع کردم. نه لنج میتونی نه چادری. کسی که بار مواد غذایی داره به نظرت خورده بار بیاره براش میصرفه الان. تو قرار نیست با کانتینر اول بری هواپیما بخری. خورد آقا. اصلا به جای اینکه با 10 تا آیتم شروع کنی توی کانتینر با 30 تا آیتم شروع کنی. یه مسئله که ممکن طرف کارکنه 5 سال نیاز داشته باشه مارکت جنسی تو مارکت بشناسونه، توی همچین فرصت تو 1 ماه 2 ماه جنسی تو مارکت بشناسونه. اگه جنسش کیفیت داشته باشه ادامه دار سفارش براش میاد. یکی از کارکنای ایران که مثلا دوش به عمان میاد برای خودش جا پیدا کرده. شما توی لولو برید هستش، توی نستو برید هستش، توی کارفور برید هستش، جای خودش رو پیدا کرده. در حالی که با ذائقه اینا شاید نخونه. مثلا شما دوغ گازدار بالفرض بیارید یه مقدار زمان میبره تا جا بیفته، ولی این دوغ جای خودش رو پیدا کرده به خاطر اینکه وارد شده. بعد من شنیدم یکی از دوستان قبلا پفک مینو آورده بود که الان خود عمان همون پفک با همون شکل و قیافه زده بود. شبیه. میگفت من آوردم 2 تا کانتینر مون دستم کسی نمیخه. میگه ماه رمضان بود باز کردم تو مساجد شروع کردم پخش کردم. از بعدش شروع کردم یعنی میگفت من تاریخش چون گذشته بود پخش کردم. ولی از بعدش سبب شد که جا بیفته تو بازار.